سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. من جواد هستم و اومدیم تو این ویدیو آموزش یه وی پی ان گاد براتون بذارم. حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. وی پی ان خیلی خوبیه، هم برای بازی هم برای وبگردی. خب دیگه خلاصه بگم وی پی ان خوبیه. حتما چنل منو سابسکرایب داشته باشید بچه. خدایی من زحمت میشه چنل رو سابسکرایب، فقط یه سابسکرایب چیزی نمیشه. همین وقت میذارم واسهتون ویدیو میگیرم، گیم پلی و اونا برای ساخت تامنیل خیلی وقت میذارم تا یه تامنیل خوبی پیدا کنم که بذارم نوشته روشو بذارم. حتما این ویدیو رو لایک کن، چنل من رو سابسکرایب داشته باش که از این به بعد قرار ویدیو کاربردی بذارم که به دردت بخوره. بچه اگه بازیش حتما پیشنهاد کنید چه بازی رو بکنید، تو کامنت ها بگید. پابجی بازی میکنید، فورتنایت کالاف، هر کدوم که بازی میکنید بگید با هم پلی بده. این وی پی ان هم حتما این ویدیو رو نگاه کن که این وی پی ان گاد از دست ندید، چون خیلی وی پی ان خوبیه. خودم همیشه از این وی پی ان استفاده میکنم برای پابجی. اصلا سطح سرعت آپلود بالا. من خودم ویدیوهامو با این وی پی ان آپلود میکنم. تو کانال تلگرام ما حتما جوین بدید که چیزا رو میذارم، وی پی ان رو میذارم اونجا و ویدیو مثلا هر ویدیویی که آپلود میکنم اونجا میذارم و از خبرهای جدید هم با خبر بشید. اگه لایک های این ویدیو به 10 تا برسه، ویدیو بعدی کانفیگ ضد لگ کال آف دیوتی موبایله. خب بچه ها بریم سراغ آموزش. خب بچه های وی پی ان وارد کانال تلگرامی من بشید، حتما این وی پی ان رو دانلود کنید که به دردتون میخوره. خب میزنیم رو میره. وقتی وارد وی پی ان میشید چند ثانیه صبر میکنید که سرور رو بود. خب اینجا این گزینه پایین، این گزینه بزنیم وصل میشه. این بالا هم مال سروراست. ما باید بزنیم رو بخش سرورها، اول بریم سرورها رو ببینیم. نگاه کنید بچه ها، هر سروری که مثلا مثل این چیزشون بیشتر، اون عددی که جلوشون مینویسه بیشتر باشه یعنی که ضعیفتره، ولی مثلا نگاه اولی خیلی خوبه. حالا بریم وصلیم ببینیم چه سرعتی داره. وقتی زدید این گزینه پایین رو میزنید. خب این گزینه رو زدید، صبر کنید بچه ها. حتما اینجا وایسید، اگر در این بخش بیاد بیرون دیگه وی پی ان براتون وصل نمیشه. پس حتما اینجا صبر کنید تا براتون بالا بیاد. خب این تبلیغات رو باید نگاه کن. زب رو میزد، الان وصل شد. الان بریم یه تست بگیریم تو یوتیوب. بچه میبینید که سرعت آپلود بالایی داره. میبینید بریم یه تست هم تو این سازش بگیریم. خب بچه میبینید که سری بالا میاره. اکسپلور هم همینه.
بچه اگه میخواید کانال پیج اینستاگرام هم داشته باشید حتما بگید که براتون بذارم. و راستی بگید ویدیو بعدی چی باشه که آپلود کنم. اگر لایک های ویدیو به 10 تا برسه کاموینگ ضد لگ میذارم. اگر بگید ویدیو کاموینگ ضد لگ بذار نمیذارم، چون من لایک 10. خب بچه ها، خدا نگهدارتون تا یه ویدیو دیگه.